این کلیپ رو ببینید که چند روز قبل ایشون طلب مناظره کردن و موضوع مناظره هم انتخاب کردن که بررسی دروغ‌های ایشون باشه. اول کلیپ رو ببینید، بعد در موردش کمی صحبت میکنیم. سوال من رو شما جواب بدین. آقای قزوینی، آقای دعای شما را با صدها دروغی که شما در تلویزیون میگویید، اما طور که نشان میده بر مردم با دلایل و حقایق، شما چرا یک ویدیو آقای انصاری را نشان نمیدید؟ خب عزیز دل من، اونها دروغ پردازی میکنن، والله افترا میبندن. چرا الان ما 5 سال میگیم بیاد مناظره کنه، چرا جرئت نمیکنن بیاد مناظره؟ من به همون عبدالله حیدری گفتم آقا من دروغ میگم، بیایید در رابطه با دروغ های من مناظره کنیم. راست میگید؟ عبارتی من میگم، اولش میبرن، وسطش میبرن، آخرش میبرن. یک چیز آش برای شما عرض کنم، شل قلمی درست میکنن. بله آقای قزوینی اینجا دروغ گفته. حالا بحث رو عوض نکنید. بله، این کلیپی بود که ایشون دعوت به مناظره کردن ما رو و گفتن هم که موضوع مناظره دروغای ایشون باشه. ما جهت این که بینندگان عزیز و گرامی ما، خواهران و برادران گرامی شیعه و سنی بدونن که اینها تا چه اندازه دروغگو و اهل تلبیس و خیانت هستن. همونطوری که حدود 2 سال قبل ما دعوت رسمی مناظره برای ایشون فرستاده بودیم. این کلیپ رو احمد جان اگر نشون بدین، کلیپ رو، این قسمت رو، در تاریخ ژانویه، در ماه ژانویه تاریخ 12 سال 2015 ما طلب مناظره کرده بودیم از ایشون که این کلیپ در یوتیوب هست با عنوان فرار آیت الله دکتر سید محمد حسینی قزوینی مدیر شبکه ولایت از مناظره با وصال حق. در همون تاریخ ما اینجا هست نامه‌ای که برای ایشون فرستادیم و در برنامه زنده این نامه رو پخش کردیم تا که فردا نگن که والا رسیده و نرسیده و از این حرفا. در صورت از طریق ایمیل، از طریق سایت رسمی سایت ولی عصر، صفحه رسمی سایتشون و از طریق سایت شبکه ولایت نامه فرستادیم، طلب مناظره کردیم، اما پاسخ ندادن و همچنان به دروغگویی ادامه میدن که کسی نمیاد با ما مناظره بکنه. اونا وقتی که حرف از مناظره میزنن دنبال کسایی میگردن که بتونن بر علیه اونا پیروز بشن، گرچه ما یقین داریم که با یک کودک اهل سنت هم نمیتونن در این موضوعاتی که اختلافی از بین شیعه و سنی مناظره بکنن، چون سطح سواد و دانش آخوندهای رافیزی رو ما در این شبکه نشون دادیم. یک بار دیگر باز هم جهت اتمام حجت ما پیامی رسمی فرستادیم دقیقاً دیشب به آیت الله قزوینی و از ایشون خواستیم که بیان مناظره بکنن و این درخواستی رو که کردن که ما حتی با این شبکه وصال حق هم حاضریم که مناظره بکنیم، موضوع مناظره هم باشه اثبات دروغ‌های ایشون. ما نامه‌ای فرستادیم به روابط عمومی و به مدیریت شبکه ولایت. اینم ویدیویی است که از لحظه ارسال این نامه گرفته شده. احمد جان اگر بتونی نشون بدی این رو. نام و نام خانوادگی محمد انصاری، پست الکترونیکی ansari@wasalfa.tv، عنوان دعوت به مناظره با مدیریت. اینم نامه‌ای که ما فرستادیم برای ایشون و در این نامه از ایشون خواستیم که اگر واقعا راست میگه و جرأت و شهامتش رو داره بیاد و مناظره بکنه. در این نامه هم نوشتیم که جناب آقای آیت الله حسینی قزوینی، من نص این نامه اینجا هست خدمت شما میخونم. متاسفانه آنگونه که خود میدانید در طول سالیان متمادی
از جناب عالی مطالبی دروغ و خلاف واقع ثبت و ضبط شده است که مقام علم و اجتهاد و لباس روحانیت را با چالشی جدی مواجه کرده است و موج گسترده‌ای از بی‌اعتمادی به حوزه و حوزویان پدید آورده است و مردم گواهند که تلاش‌های شاگردان و دوستان شما در راستای توجیه معقول دروغ‌ها و اثبات صداقت جناب عالی ناکام مانده است و متاسفانه یا خوشبختانه تلاش‌های ناکام و دفاعیه‌های عامیانه دوستان شما سبب ترسیخ دروغگویی شما در اذهان عمومی گشته است. اکنون بسیار خرسندیم که جناب عالی شخصا اعلام آمادگی کرده ای که از دروغ‌های خود دفاع کنید. ما در شبکه وصال حق در راستای فراهم نمودن بستری مناسب برای تبیین حقایق از شما دعوت می‌کنیم که روز سه‌شنبه 6 دسامبر 2016 میلادی ساعت 20 به وقت تهران در برنامه آن روی سکه به صورت تصویری یا صوتی حضور بیابی و از مشتی از دروغ‌های خود من جمله افترایی که به ابن تیمیه رحمت الله علیه در مورد منافق و زندیق خواندن ائمه مذاهب اربعه بسته‌ای دفاع نمایی. محمد انصاری، برنامه آن روی سکه، آدرس اسکایپ ویژم وصال حق. ما این رو برای ایشون این نامه رو فرستادیم و همچنین از طریق ایمیل این نامه ارسال شده. دوستان عزیز اگر که این رو نشون بدن، این info@vilayat.tv.com، مناظره با آیت الله قزوینی، اینم نامه. در این قسمت اگر که متوجه بشن دوستان، آدرس اسکایپ رو هم ما ذکر کردیم که دیگه هیچ دروغی برای ایشون بله این نامه هم بله برای ایشون ارسال شد. این بله نامه رو برای ایشون فرستادیم که یقین داریم که جوابی نخواهد داد این آخوند مکار دروغگو، زیرا جوابی نداره که بده به ما. من اینجا در بخش دوستان عزیز اگر این نشون بدن این قسمت رو، اینجا info@vilayat.tv.com دیشب ارسال شده این نامه، تاریخ 5 دسامبر ساعت 11:43 شب. اینم نامه و اینجا هم آدرس اسکایپ. و از همین لحظه اسکایپ وصال حق، من خواهش میکنم به از بینندگان عزیز که تماس نگیرن از طریق اسکایپ، فقط از طریق تلفن تماس بگیرن و از طریق اسکایپ فقط آیت الله دکتر حسینی قزوینی، مدیر شبکه ولایت، یا یکی از مجریان یا کارشناسان این شبکه، چون میدونیم خودش این جرأت و شهامت و مردانگی رو نداره، اگر ذره غیرت و مردانگی داشته باشه که تماس میگیره. اما صفحه اسکایپ وصال حق همچنان تا آخرین دقایق برنامه امشب آماده است که تماس این بله عزیزانمون زیرنویس هم کردن وصال حق. اگر در تماس مشکلی داره آیت الله قزوینی، من همینجا در برنامه زنده اعلان میکنم که یوزری رو بفرستن به همین ایمیل که من براشون پیام فرستادم و ما تماس میگیریم از طریق اسکایپ. ما همچنان منتظر هستیم که آیت الله دکتر حسینی قزوینی مدیر شبکه ولایت زنگ بزنه، همونطوری که موضوع مناظره رو خودش انتخاب کرده در باره دروغ‌های ایشون موضوع مناظره باشه و اولین دروغی هم که گفته همین اولین و آخرین دروغ نیست از ایشون، اما دروغی که زیاد پخش کردیم و بینندگان حفظ کردن، مثلا در مورد کتاب منهاج السنه و
ابن تیمیه رحمت الله علیه که گویا ایشون سران مذاهب اهل سنت رو کافر و زندیق میدونه. ما همین رو فقط 1 دقیقه من صحبت میکنم، موضوع همین دروغ آیت الله قزوینی رو بیان میکنم و نیم ساعت کامل وقت میدم که فقط در داخل همین موضوع آیت الله دکتر حسینی قزوینی یا یکی از کسانی که رسما برنامه دارن در شبکه ولایت تماس بگیرن و از این دروغ آیت الله قزوینی دفاع بکنن، گرچه یقین 100% داشته باشید که همچین جرأت و شهامت و مردانگی در این آخوندهای حوزه علمیه قم و غیر اونها سراغ نداریم. بینندگان عزیز، الان حدود تقریبا 20 دقیقه به پایان برنامه مونده. من یک تصمیم گرفتم که به شبکه ولایت یک تماس زنده بگیریم الان، ببینیم این آقای قزوینی چرا پنهان شده. دوستان این شماره ای است که در صفحه خودشون گذاشتن. احمد جان اگر نشون بدی، این شبکه ولایت، این هم شماره تماسی که اینجا گذاشتن. امیدواریم که آقای قزوینی تماس ما رو بده و این شماره رو من اینجا، دوستان اگر که تلفن من رو هم نشون بدن، خودم از داخل استودیو مستقیما زنگ میزنم. این 2098 25 37 84 0 391 تماس میگیریم ببینیم که چه جواب میده. تماس شما با شبکه جهانی ولایت سپاسگزاریم. لطفاً جهت ارتباط با اپراتور و روابط عمومی عدد 1، صندوق صوتی عدد 2، واحد پاسخ شبهات روابط عمومی شماره 1 رو فشار. عدد 4، نرم افزار و فروشگاه عدد 5، شبکه از ولایت. مشغول است. ما دوباره انشاءالله سعی میکنیم که تماس بگیریم. شما با شبکه جهانی ولایت سپاسگزاریم. لطفاً جهت ارتباط با اپراتور و روابط عمومی عدد 1 تلفنشون داره زنگ میزنه. آقای قزوینی سلام علیکم. آقای قزوینی لطفاً جواب بدید. بینندگان وصال حق منتظر تماس شما هستن. همینطور تلفنشون داره زنگ میزنه و اینها پاسخ نمیدن. آقای قزوینی کجا میخواید فرار بکنید؟ بله، همچنان پاسخ نمیدن و ما تماس خواهیم گرفت. چون آیت الله دکتر حسینی قزوینی تماس نگرفتن به آدرس اسکایپ، ما داریم زنگ میزنیم به شبکه ولایت که گوشی رو بدن به خدمت آقای آیت الله قزوینی
که حداقل بیان به این شبهاتی که در مورد ایشون مطرح میشه پاسخ بدن. از تماس شما با شبکه جهانی ولایت سپاسگزاریم. لطفاً جهت ارتباط با اپراتور و روابط عمومی عدد 1 این هم عدد 1 واحد پاسخ به شبهات عدد 3 عدد 4 نرم افزار و فروشگاه عدد 5 شبکه از ولایه عدد 6 و جهت تماس با ولایت یاوران با شماره تلفن 27 84 14 44 تماس بگیرید. همچنین ما منتظر هستیم که بله بله همین داره زنگ میزنه تلفن. بله. و ما همچنان منتظر هستیم. بله بابا قزوینی که وقتی جرأت و مردانگی پاسخ دادن نداری، خب چرا حرف الکی میزنی ادا در میاری تو شبکه ولایت که من آمادم مناظره بکنم؟ واقعا متاسفم برای این. متاسفانه ما همچنان منتظر هستیم و ایشون جواب نمیده. شماره دیگری هم دارن در اینجا احمد جان، اگر شماره دیگرشون استفاده بکنیم 2098 25 37 73 583 1. شماره ای که در اینجا هست، این شماره رو امتحان میکنیم. احمد جان نشون بدید این شماره اینجا. بله شماره رو زدیم، به این شماره زنگ میزنیم ببینیم که چی میشه. مثل این که فاکتورش رو نپرداختن. بله سلام بفرمایید. سلام، حال شما خوبه؟ خواهش میکنم سلامت باشید. شبکه ولایت بفرمایید. بله محمد انصاری هستم و از برنامه آن روی سکه به طور زنده تماس گرفتم. جناب آیت الله قزوینی درخواست مناظره کرده بودن و بینندگان ما منتظرن که ایشون بیان رو خط و از دروغایی که گفتن دفاع کنن. مناظره با تو؟ بله. در جریان نیستید شما؟ در جریان نیستید؟ ما یک کلیپی از ایشون پخش کردیم. بیچارا. حالا جمع شدن قزوینی و دار و دستش دارن به سر کله خودشون میزنن، روزخونی میکنن. آقای قزوینی کدام سوراخ موش فرار کردی؟ کجا میخوای بری از دست من؟ وقتی حرف گنده تر از دهنت میزنی اینطور باید تحمل بکنی این چیزا رو. من وقتی که گفتم تا حالا
کسی که بیاد از دروغای تو دفاع بکنه از مادر به دنیا نیومده؟ الو؟ بله الو بله شبکه ولایت. الو آقا جان خدمت از همکارم که من پرسم اطلاعی نداشتم عجب. ولی جناب آقای قزوینی فعلا اگر هم گفته باشن بی زحمت مدارکتون فکس بکنید ان شاءالله اگر احراز هویت شدید کارمون رو داره پیگیری. ما فیلم داریم، ما فیلم داریم از آقای قزوینی، فیلم داریم از ایشون. چی دارید؟ فیلم فیلم دارید؟ بله الان نگاه کنید با بینندگان، گفتن که بیاید مناظره من میکنیم. که فیلم که کار ندارم، الان میگه همسایه من نمیشناسم کی هست همسایه اصلا. ولی بر فرض اینکه شما همسایه مدارکتون رو آقای محترم ببین آقای محترم، الان من تو برنامه زنده تو شبکه جهانی وصال حق، شبکه جهانی وصال حق دارم با شما صحبت میکنم، در برنامه زنده دارم باتون صحبت میکنم. آقای قزوینی خب ببین برنامه زنده من کاری ندارم، الان هر کسی ممکنه هر علارم موضوعی بخواد زنگ بزنه به خودش یه جور معرفی بکنه. الان شبکه وصال حق رو نگاه بکنید، شما که همه برنامه رو رصد میکنید. فکس بکنید ان شاء الله احراز هویت شدید بعد در خدمت هستیم یا علی مدن. بیچاره بدبخت. بینندگان گرامی، این آقای قزوینی و اینم شبکه ولایت که حرف گنده تر از دهنش میزنه، میخواد با محمد انصاری مناظره بکنه. من بارها عرض کردم خدمت شما، تا الان، تا امروز و تا قیامت مردی در مذهب شیعه از مادر به دنیا نیامده که بیاد اینجا از یکی از دروغای قزوینی دفاع بکنه. الان دوباره پخش میکنم تا تو شبکه ولایت، میگن که خبر ندارن دوستان در این مورد اگر فیلمی هست، اینم فیلمش. همونطور که نشان میده بر مردم با دلایل وقایع. شما چرا یک ویدیو آقای انصاری رو نشان نمیدید؟ خب عزیز دل من، اونها دروغ پردازی میکنن، والله افترا میبندن. چرا الان ما 5 سال میگیم بیاد مناظره کنه، چرا جرئت نمیکنن بیاد مناظره؟ من به همون عبدالله حیدری گفتم آقا من دروغ میگم، بیاید در رابطه با دروغ های من مناظره کنیم. راست میگید؟ عبارتی من میگم، اولش میبرن، وسطش میبرن، آخرش میبرن. یک چیز آش برای شما عرض کنم، شل قلمی درست میکنن. بله آقای قزوینی اینجا دروغ گفته. حالا بحث رو عوض نکن. دوستان عزیز، این کلیپی است که در شبکه ولایت من برای این پخش کردم که یک بار دیگه اینو ببینن، خبر ندارن از یک بعضی از اونجا، باور کنید یکی از دیگری خبر نداره. دیدید مردانگی قزوینی هم براتون ثابت شد که تا چند اندازه غیرت و شهامت داره این آخوند. با بیننده اینطوری دیگه داد و بیداد را میندازه، بله مناظره فلان علان. من باز هم همون حرف خودم رو تکرار میکنم که تا هنوز هیچ مردی در مذهب شیعه به دنیا نیامده که در مورد دروغای قزوینی بخواد مناظره بکنه، الا که بیاد بگه که بله قزوینی دروغ گفته.